البته بحث اختراعات رو کنار بگذاریم، تخصص اصلی من طراحی خودروه. طراحی خودرو؟ بله. الان الحمدلله یک کانسپت دیزاینرم و از 3 سالگی هم شروع کردم به طراحی خودرو و پرسپکتیو. من نزدیک. به معنی که بخوایم مثلا متوجه بشیم میشه کانسپت کارز طراحی میکنم، میشه خودروی مفهومی. چو بگو. دارم از کالیفرنیا شرکت تسلا موتورز که توی خودروهای برقی فعالیت داره و شرکت خودروسازی ولوو سوئد. ولوو و تسلا گفتم بیا ماما کار بله. و کن. یه کالجی از کانادا هم دعوت می‌کنم. ایران خودرو و سایپای خودمون چی پیشنهادی ندادم؟ اینا دعوت کردن. بله متوجه. آره. خودتون بعد خیلی رو عرضه میکنیم. در حقیقت داریم اعتماد مشتریمون رو جلب میکنیم، اعتماد ایرانی رو جلب میکنیم. باید کالای خوبی باشه. واقعا لیاقت ایران و ایرانی این نیست که یک خودرو یا یک وسیله حمل و نقل بی‌کیفیت داشته باشه. بله. به خاطر همین رفتم تو این صنعت و تا بتونم انشالله متحولش کنم. انشالله. ایشون 16 تا اختراع دارن که 6 تاش ثبت شده، 10 تا دیگر هم باید ثبت بکنن. همین اختراعها استاد در حوزه خودروه یا بعضیاش متفاوتن؟ خیر، بعضیاش متفاوتن. من بعضی از اونها رو نام ببرم میتونم بگم پهپاد عمود پرواز 3 وضعیتی. پهپاد عمود پرواز 3 وضعیتی. بله. توی صنایع کشتیرانی قایق تندروی جنگی. بله. و در صنایع الکترونیک کنترل چند منظوره‌ای رو برای تلویزیون‌های هوشمند طراحی کردم. اینها عناوین یک سری از اختراعات من بود. آقای حسین آقا، من چهارشنبه فعلا الان مدرسه نمیرم، 3 ساله که غیر حضوری میخونم تو خونه. حالا یه هفته قبل امتحان میخونم، میرم امتحانمو میدم میام. عوضش با دانشجوها میشینم توی مثلا مجتمع فنی تهران، کلاس‌های تخصصی فنی مهندسی، یا حالا از دانشگاه‌هایی بنده رو خواستن به عنوان، حالا اگر حمل وقت ستایی نباشه، به عنوان استاد طراحی صنعتی.